من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم من الآن الی لقاء یوم الدین. و بعد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من حق الولد علی والده ثلاثة: یحسن اسمه و یعلمه الکتابة و یزوجه اذا بلغه. با توجه به موضوع بحث که حتما در جریان هستید و مباحث گذشته را انشاءالله پیگیری میکنید و پیگیری میکنیم تا مطالبی که واقعا در جامعه ما و مردم ما از نظر عملی نقش اساسی داره، اون مقداری که لازم و ضروری هست اطلاعات لازم به دست بیاید و ما نسبت به وظایف خود آگاه باشیم و آگاهانه عمل نماییم. در گذشته هم عرض کردیم از دیدگاه مکتب اسلام و به خصوص با راهنمودهای پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام به این نتیجه رسیدیم که اولین حق از حقوقی که برای فرزندان باید مد نظر گرفته شود از همون لحظه ازدواج هست که دو تا جوان زندگی مشترک را آغاز می کند. اگر به فکر نسل‌های آیندهشون باشد، از همون ابتدا باید موازین و موارد و نتایج کارشون را مورد دقت و توجه قرار بدهد که پشیمانی بعدی سودی نخواهد داشت. عرض کردیم دو جوانی که با هم ازدواج می‌کند باید بررسی‌های لازم را از همدیگر داشته باشه تا همکف و مطابق با شأن خودش را انتخاب بکند. در سیر زندگی و ادامه زندگی هم عرض کردیم که فراز و نشیب‌ها، عقبه‌ها و گردنه‌های صعب العبوری پیش روی این دو تا جوان وجود داره که اون عقبه ها باید به خوبی طی بشود تا فرزندان صالح را و سالم را تحویل به جامعه بدهند. در اسلام و در فقه و شریعت ما برای زندگی و معاشرت مهارت‌های بیان شده است که بر هر انسانی و هر جوانی چه مرد و زن لازم هست که آداب معاشرت و مهارت‌های زندگی و خانوادگی را یاد بگیرند. اگر بخواهند یک خانواده موفق داشته باشند باید این آداب و معاشرت را فرا بگیرند و مطالعه بکنند و آگاهانه وارد جامعه بشود. در فقه و شریعت ما در همین کتاب‌های فقهی که شما می‌خوانید و می‌بینید که احکام نماز، روزه، خمس و زکات و سایر موارد بیان شده است، در همین کتاب‌ها آداب معاشرت و آغاز زندگی و کیفیت زندگی زن و شوهر نیز به خوبی بیان شده است. حتی ریزترین مسائل را که
بین یک زن و شوهر مطرح است در کتاب‌های فقهی ما بیان شده است و خیلی ها از بزرگان عزیزان و اهل قلم کتاب‌های فارسی نوشته با عنوان آداب معاشرت و مهارت‌های زندگی. نه تنها این را و رسم زندگی را مسلمانان نوشته‌اند، بلکه غیر مسلمان ها هم دانشمندان بسیار چیره‌دست و ماهر که تجربیات بالایی دارد کتاب‌های نوشتند تحت عنوان راه و رسم زندگی و یاد داده است که یک مرد و زن زندگیش را چگونه آغاز بکند و چگونه ادامه بدهد و رمز موفقیتشون در چیست. در کتاب‌های فقهی ما که من سفارش میکنم به همه سروران و عزیزان، برادران و خواهران و به خصوص قشر جوان که خودشون را از مطالعه کتاب و فراگیری آداب معاشرت و زندگی محروم کرده اند، در این محرومیت زندگیشون را ادامه ندهند. بعد از آنه که به سن بالاتر رسیدند، اون موقع ندامت و پشیمانی برایشان سودی نخواهد داشت. از همان ابتدا برن سراغ مطالعه، برن سراغ موعظه ها و نصایح و گپ و گفتارهایی که در مورد آداب زندگی وجود داره، اینها را فرا بگیرن، غفلت نکنن و جوانی نکنند که این غفلت‌ها و جوانی‌ها در آینده آسیب بزرگی نسبت به آنان وارد خواهد کرد. در فقه ما نسبت به آداب و معاشرت زندگی و خانوادگی موارد بسیار زیاد شده که همه اینها را نمی شود در مجالس عمومی و به خصوص جامعه بسته ما و اونم در جمع عموم اینها را بیان کرد. ریزترین مسائل وجود داره. به عنوان مثال چند نمونه را بهش اشاره می کنم. در اسلام توصیه شده است دو جوانی که ازدواج می کند و زندگی خودش را شروع می کنند، اینها باید بدانند که در چه زمانها و چه شرایط و چه شبهای همبستر می شوند. حتما زیر نظر داشته باشد. این قمر در عقرب تنها در خواندن عقد ازدواج نیست، این قمر در عقرب در اون معاشرت‌های خاص خانوادگی هم وجود داره. باید اون معاشرت‌ها در یک شرایط روحی و روانی انجام بشود که آرامش کامل در زن و شوهر وجود داره. مثلا در ایامی که خورشید گرفتگی هست یا ماه گرفتگی هست یا زمین لرزه صورت میگیره و یا رعد و برق‌های وحشتناک ایجاد می شود که انسان مضطرب می شود، خوفناک می شود و می ترسد، در اون لحظات باید اجتناب بکند و دوری بکند و الا اگر احیانا نطفه منعقد بشود و بچه‌ای به دنیا بیاید، این استرس و اضطراب و این خوف و ناآرامی پدر و مادر از نظر روانی و جسمانی بر فرزند آیندهشون اثر می‌گذارد. این که اگر دیده می شود بعداً بچه‌های ناقص العضو یا نقص روانی و فکری به دنیا می آید، اینا نتیجه و معلول بدون در نظر داشتن رویه زندگی و معاشرت بوده است. همه اینها ارثی هم نیست که کسی فکر کند پدران و مادران این زوجین این مشکلات در زندگیشون را به ارث برده اند، نسبت به بچه هایشون به ارث گذاشتند. خیر، این چنین هم نیست، بلکه بسیاری از این امور و حوادثی که بعداً در بچه ها بروز می کند و دیده می شود به خاطر بی احتیاطی پدر و مادر هست که توجه کامل را نداشته و ندارد.